رادیو ماهیت، پادکستی در باب بهداشت روان و همه چیز. شما به رادیو ماهیت گوش میکنید، پادکستی در باب بهداشت روان و همه چیز. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سید مجید جزایری هستم، روانشناس بالینی و روان درمانگر تحلیلی. در رادیو ماهیت در مورد بهداشت روان صحبت خواهیم کرد. هر بار میزبان یکی از اساتید و متخصصان سلامت روان هستم و درباره موضوعات مختلفی باهاشون صحبت کردم. گفتگوهای کامل رو میتونید جداگانه بشنوید. اطلاعات تکمیلی رو در سایت ماهیت دنبال کنید. آدرس سایت و شبکه‌های مجازی ما در توضیحات هر اپیزود قرار داده شده است. با دکتر زهرا قنبری، روانشناس و روانکاو، در مورد روش کار روانکاوی و شخصیت درمانگر صحبت کردم. ما رویکردهای متفاوتی، این چیزی که شما گفتین، نگاه‌های متفاوت یا لنزهای متفاوتی در رشته روانشناسی داریم. هر کدوم اومدن روان رو با لنز متفاوتی نگاه کرده. متفاوتی نگاه کرده. مثلا کسی که رویکرد رفتاری داره میگه من کاری ندارم که این رفتاری که فرد داره نشون میده از کجا ساخته شده، چیه، علتش چیه، ولی این رفتار ممکنه باب تب جامعه نباشه یا خود فرد رو داره آزار میده، میاد پیش من کمکش میکنم این رفتار رو تغییر بده. به تب یه استراکچر مشخصی داره، یه قوانین مشخصی داره. آن چیزی که شما گفتین درسته، همینطور نیست. اونم یه اصولی داره، یه دیسیپلین خاصی داره، تعداد جلسات مشخصی داره، نظریه متفاوتی داره، ساختاربندی متفاوتی داره و میگه من کار درمان این مدل با اینها انجام میدم. آن کسی که رویکرد شناختی داره میگه من این رفتاره رو کمکت میکنم به اصطلاح درستش بکنی، ولی به اون چیزی هم که فکر میکنی کار دارم، شناختت، که باعث میشه این رفتارم به وجود بیاد. و یه چیز دیگر هم میاد میذاره کنارش، آن هم میاد این دوتا متریال کنار هم دیگه باز با یه ساختاری جلسات داره، یه تئوری داره، یه نظریه‌ای وجود داره، یه تکنیک های خاص خودشونو دارن و میاد نگاه میکنن. ما رویکرد دیگری داریم، رویکرد تحلیلی، که حالا تحلیلی ها تفاوت‌های با هم دارن، بعضی وقتا زد و خوردهای با هم دیگه پیدا میکنن. حالا بگیم با کمی راجبش بعدا صحبت کنیم امروز. اول از این که این رویکرد تحلیلی خب بخوایم سرچشمه‌ش رو بگیم از فروید شروع میشه. به قول بعضی آقامون فروید روانکاوی رو آورد. خب و راجبش حرف زد و آمد یکم عمیق‌تر به شکلگیری دستگاه روان، به آن رفتارهایی که آدم‌ها نشون میدن پرداخت، که حالا آن زمان داستان‌های خاص خودش رو داد. گفت این چیزی که ما داریم می‌بینیم تمام ماجرا نیست، قسمت عمده ماجرا جای دیگریه، عمیق‌تر، زیرتر، ما اونو می‌خوایم بهش بپردازیم. ساده کلامشو بخوایم بگیم، روانکاوی واقعا این کارو می‌خواد بکنه. حالا بعد از فروید هم باز شاگردانی داشت، مریدانی داشت. همیشه هم میدونیم توی این حوزه یه سری مریدان میان و دعوا میشه. اون مرید میگه من خودم میخوام یه کارایی انجام بدم، یه چیزهایی رو هم اضافه میکنن. از فروید همگی استفاده کردن. من این چیزیه که همیشه میگم یادمونم نره، همگی از فروید استفاده کردن، ولی آمدن بعضی متریال ها رو که ممکنه فروید میس کرده بود یا بهش نپرداخته بود و پررنگ تر کردن. خب پس ما یه سری روانکاو داریم که با فروید پیش میرن، نظریه فروید رو گرفتن و پیش میرن. ما فرویدی هستیم، فرویدیان هستیم. این هم
امیدوارم کردیت یا پوز اضافه نباشه. فرویدیان هستیم یعنی از نظریه‌های فروید داریم استفاده می‌کنیم در این فراینده که با مراجعینمون داریم کار می‌کنیم. خب بقیه آدم‌ها آمدن بعد از فروید که شاگردانش بودن، مثل یونگ، مثل وینیکات، مثل کلاین، هر کدام آمدن. فرنزی البته بود، فروید بیچاره نذاشون خودشون نشون بده. ادلر رفت. بله آره، یعنی فرنزی خیلی بود، فروید نذاشتش. چیز جالبی هم گفتش. تمام نگاه‌های معاصر میون صحبت شما بگم، وینیکات، کوهات، فربرن، نمیدونم و خیلی همه اینا همه از فرنزی خیلی حرف گرفتن. یعنی شما وقتی نگاه میکنید که چگونه روانکاوی معاصر یا روان درمانی تحلیلی معاصر شکل گرفت و خودش رو متفاوت کرد از روانکاوی کلاسیک، حالا یا به معنای فرویدی یا لکانی، میبینیم که بسیار به فرنزی برمیگردن همشون و فرنزی نظرات بدی ایجاد کرد در روانکاوی. حالا بده اینجا میشه یه سوالی برام پیش میاد. یکی اینکه چرا اون موقع نتونست خوب خودشو پرزنت کنه و همیشه به این فکر میکنم حالا یا دور و بر و اطرافیان اجازه ندادن یا خودش انقدر کیبل نبود که خودشو پرزنت کنه، نمیدونم. درمانگر یا یک روانکاو آیا خود او هم دارای شخصیتی است، دارای تاریخچه‌ای است و آیا این تاریخچه و این شخصیت بعد باهاش چیکار کنه قبل از اینکه بخواد به دیگران کمک کنه؟ از فرنزی هم که شما میگید خیلی آدم درونگرایی به اصطلاح امروزی ها بود، خیلی واسه خودشون. یا فروید خیلی آدم توی توسعه نظریش که چاره‌ای هم نداشت، به نظرم هر کسی بود همین کارو میکرد، بسیار سختگیر بود. بسیار سختگیر بود که شاگرده ازش میپرسیدن میگفت آقا من دارم یه نظریه‌ای دارم مینویسم که بعد روی به اون همه اعتماد بکنن، روی اون بتونیم کار درمان رو سوار کنیم، نمیتونم همینجور باز بذارم همه چیز رو که. و توی مقالاتش خیلی خیلی منظم و با دیسیپلین راجع به این که چگونه باید این روانکاوی انجام بشه حرف زد که آدم وقتی میخونه فکر میکنه چقدر خشکه، در حالی که این خشک بودن نیست. چاره‌ای نداشت اون موقع، می‌خواست چیز جدیدی رو بیاره، به همین خاطر انقدر ریز بریز و تمام احتمالات هم خودش، همه اون احتمالاتی که آدم‌ها منتقدین یا متخصصین و عوام ممکن بود بخوام بپرسن و فروید جلو میاد می‌نویسه. بله. اینم اینجوریه، اونم اونجوریه، اونم اونجوریه. بعضی وقتا خواننده رو کلافه هم میکنه. دقیقاً. ما یه مثالی هم بین خودمون داریم، مثلا این جمله رو توی مقالات فروید زیاد می‌بینی، همونطور که می‌دانید. یه پرانتز داریم، ما نمی‌دونیم، تو داری به اون میگی. آره درسته. دقیقاً. بله. خب شخصیت بله داره، این خیلی نکته مهمیه، چون اگه اینو ما یادمون بره من فکر میکنم یه اتفاق ناخوشایندی که شاید این روزها هم شاهدش هستیم میفته. اونم اینه که ببینید ما همه با یه پیشینه‌ای وارد این حوزه میشیم. امیدوارم، من به تجربه شخصیمو میخوام بگم، امیدوارم که ما همگی با یه رنجی یا با یه درخواستی وارد شده باشیم، چون غیر از این به نظر من اصالت نداره ورودمون. ما تو روانکاوی یا تو هر حوزه‌ای که به روان داریم میپردازیم به دنبال یه بهبودی هستیم، به دنبال یه عافیتی هستیم، پس به طبع یه چیزی اذیتمون کنه قاعدتاً باید که بخوایم شروع کنیم برای یه رنجی باید وجود داشته باشه، یه خواسته‌ای که بابتش بیایم یه حرکتی انجام بدیم. خب حالا اتفاقی که در روانکاوی میفته، اگه اجازه بدیم من فقط اسپشیال راجع به این بگم. اتفاقی در روانکاوی میفته این که خب ما میدونیم هر فردی که میخواد روانکاو بشه یا روان درمانگر تحلیلی باید در پله اول خودش درمان بشه. این درمان همین نیست بگیم مثلا چند سال چند ماه، کیفیتش مهمه و به تبع درمان طولانی مدتیه، قاعدتاً یه فرایند طولانی مدته.
اول از همه پس باید وارد درمان بشه تا با خودش آشنا بشه، تعارضهای خودش رو تا اندازه‌ای حل و فصل کنه. اون لنزی که روی چشمانش دنیا، اجتماع و فرهنگش قرار داده و داره میبینه و همون میتونه آسیب زاشه، اون رو بتونه کمی پاکش کنه. برداشته نمیشه. کمی پاکش کنه که وقتی یه کسی پیشش میاد بتونه بی‌طرفانه، تا اندازه‌ای بی‌طرفانه بتونه گوش بده و ببینه و هدایت کنه این مسیر رو. درسته؟ بعد از این حالا اگه کسی میخواد روانکاو شه لازمه تئوری رو شروع کنه بخونه که تا مادامی که داره کار میکنه و تئوری بخونه. تمام نمیشه یه روز دفترش رو ببنده بگه من همه رو مستری پیدا کردم. اصلا امکان نداره. دقیقاً. یعنی اصلا مگه میشه کسی بگه من همه رو بلدم، همه رو یاد گرفتم؟ یادم میاد، بذارید بگم چون جالب. من یادم دوره دکتری یکی از استادام، البته ما اون موقع اجازه نداشتیم بگیم تو حوزه روانکاوی داریم آموزش میبینیم، بعدشون میومد به تا وضعیتمون هم میکردن چون همگی اساتید مسلمی بودن، ما حرف نمیزدیم. ولی خب ما اون زمان آموزشایی داشتم میدیدم. نمیدونم قصه‌ام چیه، همه روانکاوی بلدن، همه بلدن مثل اینکه، ولی وقتی وارد میشی یه چیزای عجیبی میبینی که واقعا در روانکاوی. من همیشه بچه‌ها میگم وارد تکست بوک بشین، اگه چیزی رو می‌خوایم پیدا کنیم برین تکست بوک. خود فروید هست مثلا، چند وقت پیشه که یه پایان نامه نوشته بود بچهای ارشد، بچه‌ای هم که غیر روانکاوی کار میکنن اغلب میخوان بیان یه فوشی هم به روانکاوی بدن، میگن یه پاراگراف نوشته فروید اینو گفته بود اینم درست نبود، یه دونه هم منبع داده بود از یه جای دیگه. بهش گفتم فروید اولا اینو نگفته، این چیزی که شما داری میگی یه چیز دیگه گفته، چرا از خودش منبع نمیاری؟ یه عالی دنیا مقاله داره 34 جلد استاندارد ادیشن داره، یه دنیا به چرا اون 24 جلد 24 زیادش کردم من 24 جلد 24 جلدی که مدون چاپ شد، ولی بله خیلی بیشتر. و یه استادی داشتیم یه بار یه مقاله خوند سر کلاس که من فروید رو نجات دادم از تمام انتقادا. من هم کاتارسیس بلدم، هم روانکاوی بلدم، هم التقاطی کار میکنم، هم شناختی بلدم، هم گروه درمانی باز دارم. نداریم همچین چیزی. خب اول قصه رو نمیشه استاد همه چیز بود. آفرین. یعنی نمیدونم اگه همون 24 جلد ما بتونیم بشینیم، من که نتونستم همه یه 24 جلدشو بخونم صادقانه بگم. اگه بتونی بخونی بعد حالا بیای ببینی کلاین چی گفته، بعد بیای ببینی وینیکات چی گفته، بعد بیای ببینی لکان چی گفته، بعد بیای نمیشه. اصلا نمیشه. تو یکیش باید استراکچر اصلی و دیتاهای اصلی فروید رو بلد باشی، بعد میری میگی من میخوام مثلا فلان روی کرده کار کنم که اضافه میشه به چیزی که فروید گفته. پس این اتفاق نمیفته. ما تا مادامی که کسی میخواد روانکاو باشه باید درس بخونه، به تنهایی نمیتونه درس بخونه. این اتفاق خیلی مهمیه. مثل اینکه شما به کتابا رو گرفتم حفظ کردم، چرا به تنهایی نمیشه؟ چون روانکاوی هم به تنهایی اتفاق نمیفته. ما مقاله های فروید رو میتونستیم بخونیم دیگه بگیم روانکاو شدیم. چرا؟ چون آنکانشس ما، درک ما از ناخودآگاه ما، ناخودآگاه ما از آن چیزی که ادراک میکنیم تحریف شده است. پس ما آن چیزی که خودمون دلمون میخواد رو برداشت میکنیم از تئوری که قاعدتا صحیح نیست. یه نفر دیگری قراره باشه که اون دانش بیشتری نسبت به ما داشته باشه، هدایت کنه و این تحریف ها رو به کمترین حد ممکن برسونه. که این نقش روانکاو شخصی، سوپروایزر میشه سوم. یک روانکاو خودت بعد شخصا وارد آنالیز بشی، تئوری بخونی در فضای گروهی و کلاسی. بله مدون منظم باشی. ما نمیخوایم فقط تئوری رو حفظ کنیم، مثل دانشگاه نیست بگی این درس رو پاس کرده، در دل رابطه چه اتفاقاتی میفته. و بعد یک نفر به عنوان سوپروایزر که توی این مسیر کار بالینی نظارتت میکنه که تو داری چی کار میکنی، نظارتت میکنه، نه اینکه بشینه بگه تو این کار رو انجام بده اون کار رو انجام بده. نه، گوش میده بهت، فرایند مراجعین رو براش میگی و اون برات میگه چی به چیه، کی به کیه، اینجا چه احساسی داشتی، چی کار داری میکنی، سوالی برات پیش میاد. این سه تا در کنار هم یک روانکاو میسازه.
به شخصیت روانکاو. ما همه بنا به یه دلیلی وارد این فیلد شدیم. من خودم اتفاقی آشنا شدم. بعد از پایان لیسانس، آن زمانم مقاومت زیادی داشتم، چون چیزی که به ما نشان میدادن از روانشناسیم خوشم نمیومد. پشت میز نشستی و انجام بده و نده و اینا. شانسی آوردم یک استادی آمد از خارج از ایران، التقاطی رو یاد داد، درمان رو یاد دادم. چه جالبه، درمان داره نش میگه مثلا اینجا رو اینجوری کن، اونجا رو اونجوری کن. یه فرایند درمانیه، به جای اینکه یه نفر پشت میز بشینه بگه چی خوبه چی بده و فلان. و من هم رنج‌هایی در زندگی داشتم، گفتم شاید این مسیر بهم کمک کنه بفهمم چیه. و واقعا کمک کرد که این رنج داره از کجا میاد. یعنی شما خودت فهمیدی که آقا اول از همه من به عنوان یک موضوع مطالعه من خودم رنج‌هایی دارم، دردهایی دارم. اگه بدونم من خودم رنج دارم، فکر میکنم صلاحیت اینو پیدا میکنم به لحاظ روانی که بتونم مثلا وارد این هیته بشم. اگه من بگم من هیچ دردی ندارم، هیچ رنجی ندارم، وقت ما به لحاظ روانشناسی و روانکاوی با فردی روبرو هستیم که اسمش رو روانگسسته میذارن. متوجه؟ و اون اجازه نداره، صلاحیت نداره نه، به کسی. ولی خب زیاد داریم از این آدم‌ها. صلاحیت نداره چون داره خیلی اتوماتیکلی کار میکنه، تئوری هایی رو حفظ کرده و پیش میره. پس من یه شخصیتی داشتم، یه جاهاش لنگ میزد، یه جاهاش مسائلی داشت، با اون وارد درمان شدم. اگه کاملا شخصیتم میخواست تغییر کنه بعد اون درمان رو به شک کنیم، چون اتفاقم نباید بیفته. برای بعضی هم این اتفاق میفته، کامپلیتلی میرن شبیه آن کسی که دارن باش کار میکنن. این یه تکنیکیه، یه قسمتیه، باید این اتفاق بیفته. ولی من زهرا ایده هایی دارم، باورهایی دارم، بعضیاش صیقل خورده شد، بعضیاشو گذاشتم کنار، بعضیاش دیدم نه واقعا به دردم میخورده و اونو نگه داشتم. من یه شخصیتی برای خودم دارم، شخصیت روانکاوی هم به این اضافه میشه از نظر من. یعنی کسی که حالا شخصیتی که رفته روانکاوی متخصصه، تئوری بلده، تکنیک بلده، تا اندازه روی سلامت روان خودش کار کرده، تا اندازه تعارضهای خودش رو تا اندازه دارم میگم، کلا نمیتونیم بگیم حل و فصل کرده، تا اندازه میتونه جلوتر از اون آدم‌هایی که پیشش اومدن نگاه کنه، راه بره. البته ما پشت سر مراجعین هستیم ولی میتونه ببینه یکم جلوتر چه خبر هست، چی هست. ولی من مثلا این که من چه کلماتی استفاده میکنم در زبان روزمرم، این جزء شخصیت منه. این اتفاق مهمیه. قرار نیست هممون یه مدل زبانی، یه مدل دیالوگی، یه مدل گفتمان پیدا کنیم. این که من اصلا با مریضم چطوری حرف میزنم این جزء شخصیت منه. چطور باش سلام علیک میکنم جزء شخصیت منه. ولی در پرانتز اینم جزء شخصیت نمیتونیم حساب کنیم اگه بخوایم به مریض آسیب بزنیم ما. یعنی بگم این جزء شخصیت منه، من دیر میرم زود میام، هر وقت دلم خواست کنسل میکنم، هر چی دلم خواست به تو میگم، از هر ادبیاتی میخوام استفاده بکنم. نه، بله ممکنه بعضیا شخصیتشون اینه، میدونید، ولی اینم نیست. اینجا اجازه نیست بگیم من این مدل پیش میرم. ولی اینکه چرا شما دو نفر عین هم حرف نمیزنید؟ مثلا ممکنه نفر بگه چرا مجید و زهرا از یه ادبیات یکسان استفاده نمیکنن؟ خب برای اینکه یکسان نیستن، ادبیات خاص خودشونو دارن. من همیشه میگم قراره تیست خودمون رو پیدا کنیم، درسته، با مریضا حرف بزنیم. پس من یه شخصیتی دارم، روانکاوی روی اون سوار میشه از نظر من. همیشه این سوال برام هست که میخوام از شما بپرسم، آیا واقعا میشه گفت یک روزی یک درمانگری یا روانکاوی یا روانپزشکی یا مراجعی بگه من خودم انقدر حالم خوبه که بی نیازم از هر گونه کمک
من فکر کنم میشه. همین الان از پروفسور کاکار حرف زدم، من ایشونو دیدم. انقدر که غنی هستن. ولی فکر نمی کنم این آدم ها تعدادشون انگشت شمار. یه دونه مثلا و یه مسیر طولانی رو طی کردن. یه بار جالبه این چیزی که میگید، یادم پروفسور اختر آمده بود ایران. میدونید کتابم ماشاءالله زیاد نوشته، شاعرم هست و روانکاوم هست و رمان نویس هم هستن. و یه چیز جالبی گفتش که من 15 سال فقط میخوندم، مطالعه میکردم تا بعد شروع کردم به نوشتن. یعنی یه فرصتی گذاشته، یه زمانی گذاشته، یه راهی رو گذاشته که طی بشه، نه از اون لحظه اول من بیام شروع کنم 20 کتاب بنویسم. میشن انگشت شمارم، ولی نیاز به زمان داره، ظرفیت فرد، نیاز با دیگری های، اینم قشنگه، دیگری هایی که بتونه ازشون یاد بگیره. یعنی ممکنه که الزاماً یک روانکاو برجسته مثلا احتیاج نداشته باشه یا مسائل و مشکلات پیچیده‌ای نداشته باشه، ولی مقاله‌ش رو همواره باید بخونه، نمیدونم به واسطه تدریس کردن همیشه به روز باشه. یه چیزی که گفتین و بذارید اینو یادمون نره، این خوش آمد. بله، آدما با همدیگه پیشینه‌های یکسانی ندارند. یه چیزی که ممکنه بعضی از آدم‌ها در تاریخچه زندگیشون تروماهای زیادی رو تجربه کرده باشن، یکی نه. یکی ممکنه زخم تجربه کرده روانی بنا به تجربه‌ای که داشته. خب این چیزی که گفتین قشنگه، ما اینو یادمون نره. ممکنه یک روانکاوی با توجه به تاریخچه‌ای که داره باید زمان بیشتری بذاره، تلاش بیشتری کنه تا بتونه برسه به جایگاه یه روانکاوی که امکانات بیشتری در دسترسش بوده. پس اینا هم هست، همه اینا توش نقش داره، اینو یادمون نره. حالا من ذهنم رفت اینجا که من به عنوان یه مراجع یا بیمار، حالا سر این که بگیم تو پرانتز، سر این که مراجع بگیم یا بیمار بگیم یا مریض بگیم، بحث و مناقشه است. آره. بیمار میشه ترجمه پیشنت که معمولا تو تکست بوک ازش استفاده میشه، در تکست بوک های روانکاوی و روانپزشکی، در تکست بوک های روانپزشکی از پیشنت، در تکست بوک های روانکاوی از آنالیزانت، کسی که درخواست روانکاوی داره استفاده میشه. بله، یه بخشی از یا نهله‌ای از روانکاوان از واژه. ولی بعضی وقتا من بعضی آدما رو میبینم احساس توهین میکنن، به من گفتی مریض. خب یه درخواستی داری دیگه، ما دندونمون درد میگیره، مریضیم دیگه، میریم پیش پزشک میگیم دندونم درد میکنه، اینجا رو درست کن. چرا انقدر توهین‌آمیز میشه؟ یه بار دیدم یکی از شاگردا با عصبانیت چرا میگی مریض؟ خب پیشنتی دیگه، درخواستی داری. روان هم کلاسام گفتم خب چون مریضی. خب همین اگه در وهله اول اگه بدونیم مریضیم، این کمکمون میکنه که بتونیم بقیه راهو بریم، چون اگه مطمئن نباشیم نمیتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم که با رادیو ماهیت همراه شدید. اگر علاقه‌مند بودید میتونید گفتگوی مفصل ما رو با عنوان گفتگوهای ماهیت جداگانه بشنوید. رادیو ماهیت رو به دوستانتون معرفی کنید و از طریق سایت ماهیت و شبکه‌های مجازی ما با ما در ارتباط باشید. آدرس سایت ماهیت و اطلاعات تکمیلی در توضیحات این پادکست نوشته شده. رادیو ماهیت. نویسنده و کارگردان سید مجید جزایری. تهیه کننده و صدا بردار مهدی سالک اردستان. موسیقی ارشان مؤدبیان. حامی مالی حسین زاکری.